لوی مهربانه خدای په نامه د رڼا ټلویزیون قدرمنو لیدونکو ګران هیوادوالو په دې هیله چې د اختر شپې ورځې مو په خوشحالۍ سره پای ته ورسوئ. نن د کابل ښار پلازمینې کابل د یوې ګڼې ګوڼې څخه ډکې سیمې او ښکلې سیمې نوي ښار یا شارنو ته راغلی یم. دا هغه سیمه ده چې تل د کابل له بېلابېلو سیمو څخه ځوانان او هیوادوال دلته راځي د سودا لپاره. بېلابېل مارکیټونه دي دلته د زرګریو تر څنګ نور دوکانونه هم شته. ویډیوګانې به تاسو ته روښیو، ښکلي انځورونه د سیمې او همداراز ځینو هیوادوالو سره به خبرې هم ولرو. هیله ده چې تر پایه پورې مې ملتیا وکړي. سلام برادر عزیز، خوب هستین؟ عید شما پیش از پیش تبریک خیرتی انشالله بخیر هستین؟ زنده باشین. میشه به بیننده های تلویزیون رڼا خود معرفی بکنین؟ السلام علیکم، اسمم عبدالوکیل است، یک تن از دکاندارای شارنو. زنده باشین. آقای وکیل، چقدر مدت میشه که در این کوچه بعض گلفروشی خود طرف است در این کوچه شما دکان دارین؟ تقریبا 12 سال میشه اینجا ما دکانداری میکنیم. ماشاءالله. این کسب پدری بوده یا خودت شروع کردی؟ نه خودم ما شروع کردیم. خب چی فروخته میشه؟ چی چیزای کدام نوع سنگای قیمتی شما دیگه دارین؟ کدام نوع زیورات است میشه که بر بیننده معلومات بتونه نگاه تصویرم باز با بگیریم؟ سنگای قیمتی از جمله یاقوت، از زمرد، از بیروج میشه بیشتر بگین بیننده ببینه در تصویر بیشتر معرفی بکنین؟ باشه نگدواد میشه خودتون بگین یک معرفی بکنین. خب دوستان عزیز، اینی که از زمرد پنجشیر است، ساخت خود ما و شماست، کار دست است. خب در رکاب نقره است. را بیشتر خارجی و افغانی هایی که از خارج می این کسا خریداری کرده میتونن. امی زمرد پنجشیر خود چند چی هستن؟ چند کاتگوری؟ چند کاتگوری داره. یکی کمر سفید است، یکی دانه رنگ است، هر رقم است دیگه. دانه مختلف است دیزاین. بسیار خوب. و دیگه چی است؟ و اینی هم است یاقوت وطنی خود ما و شما، یاقوت جگدلک میگن. جگدلک سروبی. ولایت سروبی است. یا کار دست است، کار خودم اینجا است. ایران زیادتر مردمای خارج میگن. و این شاید فیروزه باشه. این هم فیروزه نیشاپور است، فیروزه ایران است، ساخت دست است. این هم کار ایران است، کار ایجا نیست. قیمت ترین چیزی که دارید مثلا در بازار است؟ قیمت ترین چیز ما که است وزنی سیتای طلا است، در زمرد پنجشیر است. بسیار مقبول. سیت طلا در زمرد پنجشیر. چقدر ظریف کار شده؟ کار ظریف کاری است، چون کار دست است. این دست کار میشه. کار ماشین نیست. یا کس کلش کار ماشین نیست، کار دست است. خب مثلا طلا گرم چند است؟ او بحث جداست. بازی زمرد جدا. زمردش علایده است و طلایش علایده است، سنجش میشه. خب این شاید تخمین چقدر؟ تخمینا حدود $7000 قیمتش است. $7000. بخاطر زمردش بیشتر قیمت. بخاطر زمردش بیشتر قیمت شده. بیشترین مشتریاتون افغان هستن یا خارجی که میان؟ بیشترین مشتری ما که هست افغانی هستن. افغانی خود ما که از خارج میان. خب افغانای خود ما که از خارج میان شاید زیادتر چیزا من میواز چیزای ظریف خوش میاد. چیزای ظریف، چیزای ساده را زیادتر خوش دارن. زیادتر از چیزای او سنگ وطنی خود ما و شما را زیادتر کار دارن. این لاکتای لاجورد است یا را زیاد خوش دارن. بازی لاکتا است. بعضی از قابای کاسه و چیزا برای کسایی است که تحفه میتن، تحفه میبرن. بسیاری برای زینت انواری و دکوریشن دفتر گپا. در روزهای طبعا بازار کم متفاوت میباشه. معمولا چی چیز بیشتر فروش داره؟ بیشتر در روزهای دیگه همی زیادتر همی انگشترها است، سیتکای ظریف است، چیزای خردریزه را زیادتر میخرن. کسایی که در اینجا زندگی میکنن امورا میخرن. چون حال فعلا نه خارجی است نه داخلی است. چون فرض مثال فعلا حال خود ما در داخلی سودا فروشات ما چیزای ظریف هستند. بسیار تشکر. در کارتان برکت باشه. خیلی تبریک باشه بازم. قدرمن لیدونکو د کابل نوی ښار یا شارنو
یو ستر مارکیټ او پلورنځي ته راغلی یم چې دلته په څو پوړو کې بېلابېل توکي خرڅېږي. نور جزئیات به یې زموږ ملګری درکړي. وګورو چې د اختر شپې ورځې دي، تاسې هم وګورئ چې څومره باکیفیته برند توکي دلته راوړي او په خرڅ رسیږي. سلام برادر عزیز، خوب هستین؟ صحت شما خوب؟ بخیر. عید شما باز هم تبریک باشه. خوب هستین ان شاء الله؟ تبریک و بیننده‌های عزیز شما هم قربانتان. امروز خواستیم برنامه ایدی ما از یک جای فشن باشه، لباس‌های برند باشه، اشیاء برند باشه. خوشبختانه به مارکت شما آمدیم. اول میشه خودم معرفی بکنین، باز در مورد اجناس که فعلا در دو سه طبقه شما به فروش میرسن ببین معلومات بدید. سلامت بخیر باشه، خوش آمدید به فروشگاه ما، خوش آمدید به کابل. نگه احمد تابش نوری هستم، نگه یک تن از کارمندان فروشگاه چلسی. نگه فروشگاه ما به نام فروشگاه چلسی می باشد، موقعیت شهر نو طرابلسان موقعیت ما است. نوری صاحب چلسی را چطور نام انتخاب کردین؟ چلسی والا چلسی تقریبا از یک 20 سال پیش نامگذاری همین نام مشهور است دیگه، مشهور شده با نام چلسی در شهر نو بسیار مشهور است. خب دمی فروشگاه بزرگ چلسی که در شهر نو موقعیت دارد، چند طبقه فعالیت داره شما و چیره به فروش میرسن؟ میشه کوتاه یک نظر بندازیم با بیننده ها شریک بسازی؟ احمد ما کلاخمند است، باز بیاین بخیر. فروشگاه چلسی 3 طبقه می باشد که دیگه از بخش کاسمتیک شروع تا بخش محفلی ما، بخش بوتو دیسکاول ما، بخش بایکای ما که بایکای برند می باشد. دیگه تمام اجناس ما انشالله برند می باشه و با کیفیت بسیار عالی. میشه که کوتاه فقط نظر که میشه که معرفی داشته باشید. اینی بخش بوت دیسکاول چبلی ما می باشد که تمام اجناس ما نو می باشد که یک هفته هم نشده که آمده. دیزاینرهای بوتای ماست که تماما بوتای برند از کمپانی های بسیار بالا می باشد. دیگه همچنان دیسکاول های ما از برند های لیوی و گوچی و دیگه بایک باربری و چیزا می باشد. دیگه تمام اجناس ما انشالله دیزاین های نو از کمپانی دیور و کمپانی ها می باشن. دیگه اینی بخش سرپدلونی ماست که مکمل دیزاین های جدید، دیزاین های نو دیگه با رنگ های مختلف و سایز های مختلف می باشن. دیگه او طرف مکمل بخش پنجابی ما می باشن. پنجابی را شما هم میتونید تصویر جدیده باشه که پنجابی های هندی و پاکستانی کار میکنیم. دیگه تمام دیزاین های نو با سایز های مختلف، رنگ های مختلف می باشن. دیگه این بخش ما مکمل بخش سرپدلونی می باشد که بلوز و پدلون و شلوار و دیگه این چیزایی که به حساب دخترانه می باشد. تمام سیتای دخترانه ما در طرف مکس می باشد. دیگه این دیزاین های گودیا سمپلاشان مکمل در گودیا بند می باشد. این بخش بایکای فروشگاه چلسی می باشد که بایکای بسیار برند عالی می باشد. از برندهای گوچی و از برندهای گوبی و آیتی کار میکنیم که بسیار با کیفیت عالی و خوب می باشد.
اینجا خیاطی فروشگاه چلسی می باشد که بسیار با خیاطای ورزیده و مجرب دیگه هر نوع دیزاینایی را که بخوای فرمایش بدید اینجا پذیرفته میشه. یا منزل 3 فروشگاه چلسی می باشد که مکمل بخش اطفال می باشد که از 1 سال از نوزاد الی 12 ساله هر آن چیزی که اینجا بخوای دیگه انشالله که به دست میاری. بخش سامانالات بازی است و دیگه هر آن چیزی که بخوای دیگه پیدا میشه. علیکم برادر محترم، اسم ما ابراهیم غفاری است. موقعیت ما در شهر نو فاریاب مارکت منزل اول، نمایندگی همتو است. برند همتو یک برند کوهنوردی یا ایت بگم برای مردمی است که کمپینگ میره، از کشور چین است. در 55 مملکتی برند فعالیت داره و ما تقریبا یک 3 ماه میشه که نمایندگی رو فعال کردیم. برند خوب است و انشالله بر افغانستان نو است دیگه، وقت معین خود میگیره که تا مردم آشنا شوه دیگه. برند خوب است، بوت داره، چپلی داره، پوشاکه زیاد داره دیگه، بلوز داره، برزو داره، خیمه داره، چوکی داره، تمام این محصولات شامل از این برند میشه. آخو مناسب است، کیفیتش کیفیت خوب است، برند جهانی است. در ایران خیلی مشهور است این برند، زیاد نمایندگی داره. در افغانستان نو است دیگه. سلام علیکم، عید شما تبریک. سمیع عنایت هستم از فروشگاه اسلمی. مدت 3 سال میشه که مصروف امی عطر فروشی هستم و فعالیت ما که امیجا است 20 سال یا 2 دهه میشه که امیجا ما فعالیت عطر فروشی میکنیم. از برندایی که ما میفروشیم برندای اصلی است به شمول امی عطرات شانل و
امی کمپانی های دیور، کریت، امی برند ما کار میکنیم و در پولیش کمی عطرای عربی لوکال است که ما او را به فروش میرسیم. عطریات که ما داریم یک روز یا 24 ساعت دوام میکنه برادر. و زیادترش امی عطریات عربی است که نهایتا تا 2 روز 3 روز هم تا بوش میمونه، به خاطر که عطرای عربی که است یک کم ذره غلیظتر و چربتر جور میشه. سلام با تمام بینندگان تلویزیون شما. بصیر احمد فقیری هستم، مالک افغان پرفیوم. ما از کشورهای فرانسه، بلژیم، هلند، دبی، ترکیه جنس وارد میکنیم که خودتان مشاهده میکنین در برنامه بعدیتون که تصویرهایشان باز نشر میکنیم. بالاترین عطر که مقاومت داره 12 ساعت داره که از کشور فرانسه است. طبعا او فرانسه عطرهای خوب وارد میسازه و جور میکنه که از او کشور ما وارد میکنه. عید سعید الفطر و تمام ملت افغانستان تبریک میگیم. اسم من است حاجی عبدالغفار. فروشگاه لکی از ما بدر تولیدات ما ترک است، چین دیگه بدر منزل ما 3 منزل است دیگه. فضل خدا راحت هستیم، شکر از آرام. حالا بازارها خود شکر در حال ناشکر نمیکشیم. اگر برند ما که هست این مثلا از ترکیه و چین مدت خودم خوب بدر 5 سال میشه که در این پشت میز هستم. اگر بچه من تقریبا 28 سال میشه که بدر 25 سال میشه که در این کار است. یعنی مالای ما بدر کلش که میاره بچه میاره. شما هم تبریکی به هموطنان عزیزم تبریک باشه. خداست که عید خوش در پیش رو داشته باشیم. فهیم صدیقی هستم، یکی از دکانداران شهرنو شهر کابل. والا اجناس و رمضان است، واقعا زیاده روی نکنم. فقط جنس های ما همه جنس اورجینال چینایی، منتها کیفیت بسیار بالا. هموطنان عزیز میتونن استفاده کنند. کسایی که ما را میبینن از پرده تلویزیون شما همه ما را میشناسن که ما در شهرنو زیاد سابقه دار هستیم. کار ما ماشاءالله فوق العاده است. والا در حدود یک 20-25 قلم تنها واسکت میشه و جمپر همچنان همین رقم. جمپرها با کوالیتی بالا، به هر چیپ 3 رنگ آمدن، بسیار کوالیتی بالا. سرپایا چبلی بود صاف واکن، برند صاف واکن استفاده میکنیم. کامره تونه دار بخوره میتونه تصویر برداره. ربانی خدا خوب است. مقصد ما گوشبهی داریم که هموطنان عزیز ما جنس که استفاده میکنن مورد پسندشان باشه، کوالیتی بالا، کیفیت بالا.
عزیز شما هم تبریک. روزه و نماز سام قبول. نامم فردوس است. در شارنو جوز فروشی داریم به نام ماستر جوز و مرکزیش هم در لسه مریم است. اینجا نمایندگی دومش از در شارنو. کاروبارش روزی دیگه انشالله کاروبار ما و خوبش است. دیگه جوسا ما یک 18 و جوس هم داریم. جوسا کلش هم تو بتا قیمت ها 70 100 120 150 تا 300 هم است. قدرمن لیدونکو شپې او ورځې مو له خوشحالۍ څخه ډکې اوسه او غم مو له ژوند څخه لرې. زموږ اوسنۍ خپرونه چې د کابل شرنو سیمې ته راغلی ومه همدې ځای پای ته رسېږي. تر بلې خپرونې مو پاک الله مان.